اضافه کردن خطوط نوری یا لایت تریل در فتوشاپ. این نوع از نورها در واقع زمانی اتفاق میفته که معمولا توی عکاسی شب این اتفاق رو میبینیم و زمانی که دوربین خیلی باز میمونه و نور رو در خودش نگه میداره. اما برای اضافه کردن این خطوط لازمه که من یه ذره تصویرم رو سمت شب ببرم. برای این کار میتونم از یک کرو استفاده کنم و یک نقطه اینجا ایجاد کنم و تصویرم رو در واقع یه مقدار رو سمت تیره ببرم. به این ترتیب میتونیم برای بهتر شدن کار از کالر بالانس استفاده کنیم. یه مقدار رنگ آبی رو از کار بگیریم و رنگ زرد و قرمز رو به کار بدیم که به سمت غروب بره کار ما. دوباره میام توی حالت کرو، یک مقدار دیگه بهبود میدم کار رو. مناسب هستش الان. برای اضافه کردن لایت تریل من یک سری لایت تریل از اینترنت میتونم دانلود کنم. این کار رو قبلا کردم. بر فرض این عکس، اینا بحث‌های منابع تریل ما هست. کافیه که من این عکس رو به عکس خودم اضافه کنم و یه مقدار اپاسیتیش رو کم کنم که بتونم لایه زیرش رو ببینم و به شکل دقیق اونجوری که میخوام روی عکسم قرار بگیره. بر فرض به این شکل. مود رنگیم رو میتونم روی حالت اسکرین قرار بدم که فقط نورها رو نگه داره و مابقی رو حذف کنه و بیام همونطور که قبلا کار کردیم یک ماسک به لایه بدم و شروع کنم به پاک کردن جاهای اضافی با ماسک. این قسمت ها افکت هایی بوده که در عکس قبلی بوده که ما اینجا نداریمشون، میتونیم از بین ببریمشون. یه مقدار من میتونم پرسپکتیو کار رو بهتر کنم به این ترتیب و اپاسیتی کارم میتونه یه مقدار کمتر بشه و به این ترتیب میتونیم خطوط لایت تریل رو به کارمون اضافه کنیم. تصویر بیفور ما و تصویر افتر. میتونید حتی این قسمت رو کلا حذف کنید و فقط لایت تریل قرمز داشته باشید و از این یک کپی بگیرید و بالاتر قرار بدید و کلی با این تصویر میتونید کار کنید. این نقاط نورانی که اینجا میبینید مال همون عکس قبلیه، میتونید نگهش دارید. من ترجیح میدم نگهشون دارم چون کار رو زنده تر میکنه. میتونید پاکشون هم بکنید.